سفارت امریکا در تاجیکستان خبر داد که از 4 اکتبر سال 2022 سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه به رسمیت درآوردن روادیدهای مهاجرتی ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. تا کنون شهروندان مجبور بودند برای تهیه اسناد زود به کنسولگری امریکا در شهر الماتای قزاقستان مراجعت کنند. سفارت گفت در دوام 1.5 سال کار با روادیدهای مهاجرتی قبول شماره زیاد عریضه دهندگان را از تاجیکستان از جمله اعضایان عائله‌های شهروندان و اقامت کنندگان دائمی ایالات متحده آمریکا غالبان لاتاری گرین کارت 2023 را پیش بینی می‌کند. به معلومات شهروندان رسانیده شده است که تا ماه اکتبر روادیدهای مهاجرتی ایالات متحده آمریکا برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان همچنان در کنسولگری ژنرالی ایالات متحده آمریکا در شهر الماتای قزاقستان به رسمیت درآورده میشوند. غالبان لاتاری گرین کارت سال 2022 سپردن عریضه‌های خود را در شهر الماتا تا 30 سپتامبر سال 2022 ادامه می‌دهند. سفارت گفت در دوام 6 ماه آینده ما با کنسولگری ژنرالی ایالات متحده آمریکا در شهر الماتا همکاری خواهیم کرد تا گزارش آسان را تامین کنیم و معلومات بیشتر را به عریضه دهندگان روادید در سامانه‌های خود پیش بینی نماییم. در سال 2022 ایالات متحده و تاجیکستان 30مین سالگرد برپا نمودن مناسبت‌های دیپلماتی را جشن می‌گیرند. با رشد روابط دوجانبه خدمت‌رسانی‌های کنسولی ایالات متحده آمریکا وسیع گردیدند. جاری نمودن خدمت‌رسانی‌های مربوط به روادیدهای مهاجرتی در تاجیکستان این پیشروی نظررس که من بعد هم روابط دوجانبه را تحقیق می‌دهد. سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامرشایم قید کرد که ایالات متحده تاریخ طولانی قبول مهاجران را از تمام جهان دارد. با این تغییرات وابسته به رسمیت درآوردن روادید ما راه دریافت روادید مهاجرت را برای شهروندان تاجیکستان که به طلبات‌های گرفتن روادید جوابگو هستند آسان کردیم. این پیشروی مثبت باز یک مرحله تاریخی در طول 30 سال مناسبت‌های فعال و دوستانه بین کشورهای ماست. بخش کنسولی سفارت به شهروندان ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌های گوناگون را از جمله ثبت تولد در خارجه و دادن شناسنامه‌ها را پیشنهاد می‌کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه خدمت‌رسانی‌ها را راجع به دریافت روادیدهای غیر مهاجرتی در سال 2006 شروع کرده 10,000 عریضه‌ها را بررسی کرده است. با علاوه نمودن امکان در دوشنبه به رسمیت درآوردن روادیدهای مهاجرتی، سفارت ایالات متحده آمریکا اکنون مجموعه پوره خدمت‌رسانی‌های کنسولی را به شهروندان و ساکنان تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد.